بیننده 4 شماره آخرشون 1191 نوشتن که آیا به انسان حاجی گفتن درست است یا نه؟ ببینید هر عمل انسان به نیت انسان تعلق دارد و یکی از اعمالی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از او به عنوان شرک خفی یاد کردن ریا هست که انسان یک عملی رو به خاطر این انجام بده که مردم از او تعریف و تمجید بکنن. مثلا نماز برای این بخوانه که مردم بگن به به عجب آدم نمازخوانی است. صدقه به خاطر این بده که مردم بگن به به عجب آدم خیری است. به همین صورت هر عملی رو که انسان به خاطر اینکه مردم ازش تعریف و تمجید انجام بده، این عمل نابود میشه و اون همه زحمت و خرج و مصرفی که انسان کرده همه میشه هباء منثورا، یعنی مثل گرد و خاکی که در هوا پراکنده شده باشه، هیچ سودی به انسان نداره. به خاطر همین نباید انسان در پی این باشه که با عبادت ها مرتکب ریا بشه، یعنی به خاطر تعریف و تمجید مردم یک کاری رو انجام بده. اولا گفتن حاجی به کسی که مثلا خودش اینو نخواسته باشه یا خودش اصلا نیت خاصی نداشته باشه، کسی که حج کرده بهش میگن حاجی، یعنی کلمه بدی نیست، یعنی چیز حرامی نیست، چیز ممنوعی نیست، میتونیم بهش بگیم حاجی. مثل که به کسی که طب خوانده بهش میگن دکتر، کسی که انجینری خوانده بهش میگن انجینر یا مهندس. یعنی کسی حج کرده، یک عبادتی رو انجام داده، مردم بهش بگن که حاجی شده یا حاجی فلانی، اشکالی نداره. اما اینکه خود اون انسان دوست داشته باشه که مردم با این اسم و با این پسوند صداش بکنن، این خطر ریا میره که انسان از اون دوری بکنه بهتر است. و یعنی در زمان سلف، در زمان صحابه، تابعین، مثلا کسی به رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه حج کردن آجی رسول الله نگفتن، یا کسی مثلا آجی ابوبکر و آجی عمر و آجی علی و آجی حسن و آجی حسین نگفتن، یا مثلا به امهات المؤمنین بعد از حج کردن بی آجی عایشه یا بی آجی حفصه و اینا نگفتن رضی الله تعالی عنهم اجمعین. پس در اون زمان نبوده، مردم یعنی به این چیزا اهمیت نمیدادن چون که از ریا میترسیدن.